ozuqa که از آن 4 تن آرد، 2 تن برنج، 2 تن نخودپاره، 2 تن شکر، 2 تن روغن رستنی، 2 تن مکرون، 2 تن کارتوشکا، 2 تن سبزی، اینچنین 500 ادیال لباس مخصوص طبی و نقاب برای طبیبان را در بر میگیرد که در انبارخانه مخصوص برای نگهداری انتقال داده شده. بعدا پیشنهاد طبیبان بیمارخانه می شود. ما طبیبان ولایت مختار کوهستان بدخشان امروز از آن خوشحالیم که کمک‌های بی‌غرضانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دسترس ما شفاوران گردید. طبیبان ولایت از کمک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان که عبارت از مواد آذوقه، داروواری و سر و لباس مخصوص طبی را در بر میگیرد که ما در این شب و روزهای وزنی فعالیت نموده مردم را از این بیماری وبای اثر نجات داده به حیات مقرری برگردانیم. کاروان کمک اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این روزهای مشکل یکی از خصلت‌های حمیده رهبریت عالی دولت و حکومت کشور نسبت مردم مملکت شهادت می‌دهد. زیرا پنجشنبه به سابقه بیماری سیروتیک کرونا ویروس نو کووید 2019 که اقتصادیات سراسر عالم را با مشکلات مواجه نموده است، حکومت جمهوری تاجیکستان برای تامین حفظ صحتی مردم از تمام امکانات‌های موجوده استفاده برده تا مردم را از سیروتیابی به این بیماری پیشگیری نمایند. ساکنان سربلند ولایت مختار کوهستان بدخشان کاروان کمک‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را که در این شب و روز برای طبیبانی که در صف پیش مبارزه علیه این مرض قرار دارند امر ضروری می‌شمارند. طبیبان بیمارخانه ولایتی از آن اظهار خوشنودی میکنند که حکومت جمهوری تاجیکستان خدمت‌های آنها را همطرفه قدر کرده با مواد آذوقه خانواده‌هایشان را تامین میکنند تا آنها توانسته باشند به مریضان خدمت رسانی با صفت طبی نموده صحتی مردم را در جای اول قرار داده باشند. از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان مواد خوراکه، داروواری برای مؤسسات طباتی و برای مریضان دسترس کردید و من از نام خودم و از نام تمام طبیبان سوای تندرستی ولایت و جناب ولی مندوری خود را بیان می‌نمایم. کمک مذکور به ما امکان می‌دهد که صفت خدمت رسانی طبی و پیشگیری نمودن بیماری کووید در ولایت بهتر برآمانه. دسترس بیمارخانه گردیدن مواد داروواری امکانیت می‌دهد که طبیبان آن را رایگان به سریعت شدگان استفاده برده مریضان را شفای کامل بخشند و به نزد خویش و پیوندان با سر بلند گسیل نمایند. کلی طبیبان امروزها از آن می‌بالند که دولت و حکومت کشور من جمله اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در این شب و روزهای مشکل در پهلوی مردم تاجیک قرار داشته جهت تامین کردن مواد داروواری و پیشگیری راه‌های پنجشنبه این مریضی از تمام راه و واسطه کار میبرند. من از دوشنبه به بدخشان داروواری مقدار زیادی آوردم برای رفیقان بدخشانی از تبابت کرونا ویروس تستر برآمدند. برای خلق جمهوری تاجیکستان من خوشبختترین جناب عالی پرزیدنت جمهوری امامعلی رحمان داروواری مقدار زیاد من خوراکواری همه چیزی را از دوشنبه ما به بدخشان آوردیم. با جانبداری از تشبس‌های خیرخواهانه رهبریت عالی کشور صاحبکاران و شخصان سخاوت‌پیشه ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز در این روزها بی‌طرف نبوده دست مدد خود را در ماه شریف رمضان به شفاخانه ولایت رسانیده ایستاده طبیبان را با مواد آذوقه و داروواری تامین می‌نمایند. انجام دادن عمل‌های خیر و ثواب در این شب و روز می‌تواند جان هزارها آدمان را حفظ کرده به خاطر روح بلند نمودن ساکنان مملکت به روزهای آرام و آسوده زمینه مساعد فراهم آورد.